محصولات که با ما معقول است چه خیلی از برنامه پیندودو تستر یابیم و بونوسایی که با ما میدهند چه خیلی استفاده بریم. سلام علیکم دوستان، برای شما از برنامه پیندودو طرز چه خیلی چیزی در کارم نیافته و چه خیلی بونوس‌ها را استفاده بردنش نشان میدیم. حتما سوالای که مونده ویدیو را تا آخر تماشا کنید. و برنامه پیندودو می‌درویم. از اینجا انتخاب میکنیم یکم چیزی که به ما معقول است انتخاب میکنیم و در بلوش میجقیم. مثال همین فوتبالکای کودکانه را میجقیم در بلوش. ما میخواهیم که رنگ همین فوتبالکا با چند نمودهای دیگه مگزینا هم ببینیم بعداً زکاس کنیم چه خیلی کنیم همیره. چون که هر مگزین ده هر نرخ است. نگاه کنین جایی که من خط میکشم همین را کپی روت میکنین. درون دوره بودگی فقط همین سیاهش در بلوش میجقین میستین کپی روت مینیسه کپی روت هم میجقین طرف دست چپگیش هم میجقیم حرکه کپی روت شد. یه تا نظر میکنیم و در پایست که بالا استوید میکنیم که همین نموده مثال دیگه مگزین دادن بیاوه. چون که هر مگزین ده هر نرخه ما میتونیم که ارزانشان یابیم. نگاه کنید برای ما چقدر بسیار یافت. از همه نمود همه مگزیناش یافته به ما داد. ما میتونیم که انتخاب کنیم از مگزینی که ارزانتر است زکاس کنیم. باز راه دیگرش خیلی است که ما میخواهیم که ایمن همه چیز ما یابیم از دیگر مگزینا. برای در بالای همین صورت میجقیم باز در بالای صورت میجقیم و کلان میکنیم. بالای صورت هم میجقیم میستیم. همین خیلی برای سیمگیش انتخاب میکنیم. حرکت دیدید باز برای ما از دیگر مگزین ها همین نمود چیزا یافت نشان داد. ما همین خیلی میتوانیم که همه چیزی که با ما در کار است گفته یافته زکاس کنیم و نرخی که با ما لازم است یابیم زکاس کنیم. چخیل بونوس همیشه استفاده برای مثال با واسطه بونوس زکاس کنیم. در بالای همون صورت میجقیم. در تگ نرخ نگاه کنید دو تا علامت هسته همین در میداریم هر دشته. نوشته هر یک زکاتی که ما میکنیم در پایانش همه خیلی هسته. نگاه کنیم مثال همین لباس 5 یوان تحفه کردگی. دیگرش هم میبینیم چند یوان است. یعنی ایش هم 5 یوان میته. در برنامه پیندودو امکانات های بسیار است که ما میتوانیم همه امکانات را استفاده بریم. فقط که خطا کردن در کار نیست. وقتی خطا کردن یک خطاگی ما باری ما را ادمینیت میکنه. هر یک ویدیو اونده ما همین گپ هم میگم نه که هر روز با ما مینویسن که ما زکاس کردیم زکاس ما نیامد. تو پروگرام را که خوب نآموزین هیچ وقت زکاس نکنین. شما فکر نکنین که ما فقط یک چیز را در ویدیو دیدیم زکاس کم میتونیم. شروع آموخته بعداً زکاس کنید. چون که آدمایی که هر روز زکاس کرده استادند هر روز با ما مینویسن که ما زکاس کردیم زکاس ما نیامد یا زکاس کردیم یک چیز ما اومد یک چیز ما نیامد. ویدیو معقول شب حتما سوالای که مونده ویدیو رو با دیگران روان کنید. و برای کورس از خطای ترکیه و امریکا زکاس کردن می توانید با ما نویسید. ما همه راههای آسانش خدی به شما نشان داده تا زکاسی که میکنیم به دستتون رسیدن کمک میکنیم. با شما راههایی را نشان میدیم که شما هیچ وقت خطا نمیکنین و زکاسی که میکنین همون چیزی خطا میوید. برای که خطا نکنین تا زکاسی که میکنین تا دستتون رسیدن کمک میکنیم که با شما همش فهموتر شود.